سلام به همگی، شبتون بخیر. همونطور که از تامنیل احتمالاً متوجه شده باشین، اومدیم در مورد مقوله‌ای صحبت کنیم که میتونه کسب و کارتون رو یا حرفه هتلداریتون رو از زمین به آسمون برسونه. حالا در ادامه ویدیو همراه من باشید تا براتون این مقوله رو کامل باز کنم و ببینیم چه تأثیرات بزرگی که نمیتونه توی سیستم کاری ما بذاره. لایک و سابسکرایب کنید، همراه من باشید تا پایان ویدیو. دوستتون دارم. به نظر شما چه چیزی در 30 ثانیه اول ورود مهمان به چشم مهمان میاد و باعث خوشحال شدنش و جلب اعتمادش به امنیتش میشه؟ همونطور که میدونید در ویدیوی قبلی، اگر ویدیوی من رو دیده باشید، ویدیوی کاملی در مورد 4 راز شگفت انگیز لبخند زدن براتون آپلود کردم که اگر اون ویدیو رو ندیدید حتما اون رو ببینید. این ویدیو در امتداد اون ویدیو داره ساخته میشه چون ارتباط مستقیم و تنگی با هم دیگه داره. حالا در بدن ورود مهمان زرق و برق هتل میتونه چششو بگیره؟ میتونه. آیا قیمت هتل هستش که میتونه چشمش رو بگیره و جلبش کنه؟ میتونه. اما چیزی که میتونه همه اینها رو به ذهن بسپاره چیه بچه ها؟ احترام. همیشه ما بچه ها از قدیم این رو یاد گرفتیم که میگن آقا احترام بذار تا احترام ببین. نکته ایه که من همیشه توی سیستم کاری خودم به کار بردم و همیشه ازش سود بردم. همونطور که در چند ماه گذشته فروش من همیشه سرآمد بوده. در هتل هایی که مشغول بودم فروش و نیروهای من که میفروختن همیشه سرآمد بودن، چون این رو من گفتم سرلوحه کار خودشون قرار بدن. حالا موضوع از چه قراره بچه ها؟ موضوع اینه که وقتی که مهمانی وارد هتل میشه خسته هستش و خسته سفر هست، خسته با قطار اومده، با پرواز اومده یا با هر چیزی، علیرغم اینکه باید سریعتر کارش انجام بشه، علیرغم اینکه باید خدمات خوبی بهش تعلق بگیره، باید احترام زیادی هم بهش گذاشته بشه. این موضوع احترام که من دارم میگم بچه‌ها همیشه مورد توجه بوده در تمام بیزینس‌های دنیا، خب که اصلا در سیستم روانشناسی فروششون اومدن واسش راهکار دیدن که ما چطوری میتونیم برای این مهمان به مهمان این رو بفهمونیم که ما این احترام رو داریم به تو میذاریم، یا فکر نکنه به خاطر اون مبلغی که داره پرداخت میکنه، یا فکر نکنه به خاطر اون حالا سیستمی هستش که داره. مورد اولی که ما در سیستم هتلداری بهش میگیم ستون هتلداری شد احترام. حالا این احترام خودش 4 تا مقوله به همراه داره که یکی تصویریه که مهمان از هتل برای خودش میسازه و جلب رضایت اولیه مهمان تنها و مستقیم بسته میشه به احترامی که به مهمان گذاشته میشه. 2 باعث آرامش و احساس امنیت کردن مهمان میشه. 3 اینکه اون مهمان میتونه با خودش این تصور رو داشته باشه که این سیستمی که من دارم باهاش کار میکنم کاملا حرفه‌ای هستن و بدون قضاوت شدن داره به من خدمات میده. چرا؟ چون بدون اینکه بدون مرتبه من چیه، بک‌گراند من چیه، شغل من چیه، اون احترام رو داره به من میذاره. و همونطور هم که گفتم همیشه این احترام باید همراه با یک لبخند، یک بیان درست، یک اکت درست همراه باشه، وگرنه تأثیر خودش رو نمیذاره که اینها رو هم من مفصل توی ویدیو قبلی توضیح دادم که به چه شکل هستش و این خودش میتونه برای اون مهمان یک سفر خوشی رو رقم بزنه، یه خاطره خوبی رو بسازه که اون مهمان با اون استقبال خوب، با اون بدرقه خوب، با اون خدمات خوبی که داره در کنار این احترام میبینه، قطعاً برای این سیستم میاد مهمان‌های بیشتری میاره. و خودتون بچه‌ها فکر می‌کنم این رو شنیده باشید که همیشه یک مهمان راضی 7 تا مهمان رو با خودش میاره، اما یک مهمان ناراضی با خودش 20 تا مهمان رو برگشت میزنه و از سیستم تو خارج میکنه. پس همیشه بچه‌ها این رو مد نظرتون قرار بدید که
این مقوله احترام نه تنها باید برای مهمان باشه، بلکه بین پرسنل هم حتما باید باشه و این موضوع باید جا بیفته. برای کسی که در سیستم هتلداری داره کار میکنه باید بدونه که به همکارش باید احترام بذاره، به مدیر، به پایین دست، یعنی به سلسله پایین تر از خودش و هر کسی رو که در سیستم کاریش حضور داره. این باعث چی میشه که شما به هم دیگه بین پرسنل احترام بذارید؟ باعث این میشه که کیفیت کار بره بالا، سرعت کار بره بالا، انرژی مثبت داشته باشید در سیستم کاریتون و تعاملات خوبی رو با هم دیگه بین همکارها داشته باشید. اینها خاصیت احترام گذاشتنه و همه اینها باعث این میشه که خدمات بهتری ارائه بدید و وقتی که خدمات بهتری ارائه بدید قطعاً پول بیشتری هم در میاری و سیستم کاری پیشرفت خواهد کرد. این رو بچه‌ها من دارم به شخصه بهتون میگم، من خودم در سیستم کاری خودم دارم به کار میبرم این سیستم رو که احترام، لبخند و احساس خوب دادن به مهمان هستش. این ستا رو بچه‌ها توی زمینه کاریتون به کار ببرید، نه تنها برای هتل، برای هر بیزینسی که شما داشته باشید و کار خدماتی دارید انجام میدید، مطمئن باشید نتیجهش رو میبینید و ضرر نخواهید کرد. خب در پایان صحبت میتونم اینطوری جمع‌بندی کنم که همیشه مسئولیت پذیر باشید و برای کاری که دارید انجام میدید آموزش ببینید و وقتی که آموزش ببینید تو این کار رو میتونی خیلی حرفه‌ای تر انجامش بدی. خب به انتهای ویدیو رسیدیم بچه‌ها. از جایزه‌ای که گذاشتیم فراموش نکنید، داریم نزدیک میشیم به زمان قرعه کشی، زمان زیادی نمونده. حتما اگر لایک و سابسکرایب نکردین لایک و سابسکرایب رو انجام بدید، با این زنگوله‌ای که گوشه میاد حتما روش بزنید و سابسکرایبتون رو انجام بدید. خیلی دوستتون دارم، شبتون بخیر. منتظر ویدیوی بعدی من باشید که میخوام یه چیزایی رو لو بدم که کی چقدر پول در میاره. این تو سیستم هتلداری خیلی باحاله. شبتون بخیر.